السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وإنك لعلى خلق عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم. الحديث او كما قال الرسول صلی الله علیه و سلم. ثنا و ستایش به خالق یکتا مالک ارض سما، درود و سلام به سرداری دو عالم امام الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. انعام اکرام باشد به صحابه کرام، تابعین عظام، امامان چهارگانه اهل سنت و الجماعت، علمای ربانی امت. در قدم دوم تشکر میکنم از شما سرورانی که همواره با برنامه های اسلامی و دینی، خصوصا برنامه پاسخ نور را مصاحبت و همراهی میکنین و همچنان از همکاران عزیزمان در تلویزیونی نور بخش تکنیک نیز تشکر میکنم. الله رب العالمین زحمات و خدماتی که برای پخش نشر برنامه های اسلامی اینها به خرج میرسانند، ایره در حسنات همه ما و شما حساب بکند. دقیقا عنوان برنامه امروزی پاسخ نور آداب مجلس در فرهنگ اسلامی. در این شکی نیست که مسلمان ها، انسان یک موجودی اجتماعی هست. به این هیچ امکان ندارد که یک انسان با اقارب و رشته و با کسانی که با انسان ارتباطاتی خویشاوندی دارند، رفاقت دارند، دوستی دارند، تعلقات دارند، همین گونه در حالات اجتماعی و مجالس اجتماعی نیز انسانها با هم نشست و برخاسته های دارند، مجالسی را برگزار میکنند. این انسانها با هم ارتباطات دارند، گاه اوقات در خانه های یکی دیگر، گاه در تفریحگاه ها، گاه در هتل ها و رستورانت ها، در صنف های درسی، در جلساتی که در چوکی ها، در سفرهای هوایی و زمینی صورت میگیرد. در کل همه این مجالسی هستند که انسان به حیث یک موجود اجتماعی در این مجالس یکی با دیگر انسانها نشست و برخاست میکنند، سر و کار دارند، دید و وادید دارند و با یک دیگر مجالس را منعقد میسازند. پس در این عرصه شریعت اسلامی، فرهنگ اسلامی، دینی مبین اسلام آداب و مواصفات را برای مجالس از نظر اسلام در نظر گرفته است که اهل علم برای این مجالس آداب و ویژگی ها، میزه و خصوصیات را ذکر کردن که انسان باید آنها را رعایت بکند و مواظب این آداب در مجالس بوده باشد، تا اینکه مبادا خدا نخواسته این نشست و برخاست و به حساب تعارف و دید و وادیده هایی که ما داریم، اینها از یک سو به خودی نشست و برخاست کننده سبب گناه و معصیت و ناروایی نشود، از طرف دیگر انسانهای دیگر را در حالات و در صورت عدم رعایت آداب مجالس، اون آدابی که فرهنگ اسلامی به ما میآموزاند، او آدابی که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما میآموزانند، او آداب را رعایت نکنیم، باز این کارها سبب گناهگاری و دست اندر کار بودن ما به گناه و معصیت و به ناروایی ها شود.
پس یکی از آداب مجالسی که فرهنگ اسلامی او را به ما یاد داده است و ما را به او متوجه می سازد، ان المؤمن اذا دعی الى طعام فینبغی الا یثقل علی صاحب الولیمة بالجلوس. مهمان زمانی که به یک مجلس دعوت می شود، به یک مهمانی دعوت می شود، انسان نباید دعوت شدن انسان سبب ثقل و گرانی و به حساب آزرده خاطری به صاحب خانه شود. به خاطر اینکه اونجا یک کسی تو را می خواهد، تو از تو تقاضای ازی را دارد که به حیث یک مهمان، به حیث یک مسلمان، به حیث یک کسی که تو در این مجلس باید آداب اسلامی را رعایت بکنی، اخلاق اسلامی را باید رعایت بکنی، اخلاقی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم را خالق یکتا از آسمان ها اعلان می کند، می فرماید و انک لعلی خلق عظیم. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، یقینا تو به اخلاق عظیم و برجسته فایز هستی، دارای اخلاقی برجسته هستی، زیبا هستی. پس امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، حالا تو هر کسی که هستی، زن هستی یا مرد هستی، پیر هستی یا جوان هستی، عالم یا عوام، رعیت یا دولت، کارمند یا یک انسان عادی، هر کسی که هستی در مجالس مسلمان ها باید اخلاق و کردار و نشست و برخاست و گفتار و روند و نحوه برخورد مملو از اخلاقی برجسته اسلامی و از یعنی همراه با رعایت نمودن آداب مجلس در فرهنگ اسلامی باید بوده باشد. به خاطر اینکه الله رب العالمین می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام. ای اهل ایمان، شما به خانه پیامبر داخل نشوید به خاطر غذا صرف کردن مگر این که به شما اجازه داده شود. اینجا میفهمی که یکی از دستورات شریعت چی است؟ یکی از دستورات کتاب الله و از آداب ذکر شده که قرآن او را بازگو میکند، بیان میکند، این هست که زمانی که به خانه یک کس میروی باید اجازه گرفته باشی، باید خودی از او طلب مهمانی کرده باشه، نه که او در حرج باشه، او نان خوردن نداشته باشه، او بیچاره چیغ و فریاد بکنه، گریان بکنه، تو خود به زور بالایی از او تب بکنی و چپه بکنی که خوش داری یا نداری. یک تعداد هم شما سرورانی که با ما هستین و بیننده و همراهی کننده برنامه پاسخ نور هستید، این را میدانید که در فرهنگ افغانی مردم افغانستان اگرچه مهمان دوست هستن، معمولا بشناسن نشناسن، اما اکرام و عزت ضیف و مهمان خود را بجا می آورند، اما در بسیاری موارد در بعضی قرا و قصبات در اطرافا مردم یک فرهنگی تو خیلخندی را دارن، یه فلانی خوش است یا خفه است، میریم سرش یک چپا میکنیم، در حالی که فکره مهمانی و مهمان نوازی در یک خانواده از خودی رئیس فامیل تا خانم تا اعضای خانواده باید آماده باشند به استقبال و به زیارت جانانه یک مهمان و یک کسی که اونجا خودم مهمان میسازد، تا اینکه حرج بر از او نشود، با او سنگین تمام نشود، بالای آنها بوج نشود مهمان بودن یکی از ما و شما در اون خانواده. بعد میفرماید ولکن اذا دعیتم فادخلوا، زمانی که شما خواسته شدین از طرف یک کسی مهمانی صورت میگیره براتان، باز در اون حالت اجابت دعوت ای سنت است
وظیفه و وجیبه یک مسلمانی با ایمان و متدین و مسلمان است که در اون صورت باز اون دعوتگر را اجابت بکنه. یکی از حقوق پنجگانه مسلمان بالای مسلمان دیگر اجابت الدعوه هست. زمانی که دعوت میکند به صرف غذا، به ضیافت، به نوازش دادن و میهمان نوازی، باید دعوتی از او پذیرفته شود. چون زمانی که به خاصی خود یک انسان به خانه از او می رود، میهمان می شود، باز بالای او خانواده بوج و ثقل و گرنگی و دشواری پیش نمی آید، بلکه طفلی او خانواده نیز از شما استقبال می کند، ضیافت میکنه، میهمان نوازی میکنه، به شما پایوازی خوب میکنه، از خاطر این که به خواسته از او شما دعوتی اونها را لبیک گفتین. بعد قرآن میفرماید آیت 53 سوره احزاب که فاذا طعمتم فانتشروا، زمانی که باز غذا خوردین، طعامتان را صرف کردین، فانتشروا، بعد در او خانه خود باز بار بی سر خود اونجا چپه نکنین، باز منتشر شوید، برای این به کاروبار خودتان خانواده را بگذارین که کار خود را بکنن و مصروفی مشغولیت و کاروبار خود باشن. شما را که ضیافت کردن، همکاری کردن، تعاون کردن، میهمان نوازی کردن، خانهشان آباد، بعد از صرف غذا و بجا آوردن ضیافت و میهمانی از طرف یک خانواده، باز شما راه خود در پیش بگیرین و او خانواده را به حال و روزگار خودشان واگذار بکنین. ادب دوم از آداب مجلس در فرهنگ اسلامی سروران من این هست که السلام علی اهل المجلس عند القدوم والانصراف، سلام کردن به اهل مجلس در وقت داخل شدن به اتاق و به همو ساحه‌ای که اونجا محلی ضیافت و میهمان نوازی هست. زمانی میره که یک مجلس، یک جمع نشسته است، داخل شدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام کردن به اهل مجلس. باز متاسفانه اینجا قابل ذکر است که یک نکته را خدمتتان عرض بکنم که آنچه که در آداب مجلس در وقت داخل شدن به یک جمع، در یک اتاق، در یک مهمانخانه، در یک مجلس، در یک هتل است، بعضی ها اینجا یک حرج دیگر را برپا میکنن که داخل شد، فرد به فرد، تک به تک به هر کس میره و دست میته، یک نوع حرج، اگرچه در حق بزرگا خیره بسیاریا شفقت و مهربانی فکر میکنن، اما نه خیر. فقط زمانی که داخل شدی به جمع یک سلام کلی باید القا شود، گفته شود، و زمانی که مجلس با آخر میرسه، مثلا از مجلس میخیزی، دیگران نشسته هستن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام گفته باز انسان میبراید به مسیر و براه خود میرود. این را نام برش دادن سلام قدوم و سلام وداع، سلامی که اول تشریف میاری به همه، به اهل مجلس یک سلام میکنی و سلام خدا حافظی کردن که دیگران را اینجا میگذاری و میبرای. باید که سلام به اهل مجلس در اولی که داخل میشی، بعد از اینکه از مجلس میبرای اینجا سلام به اونها گفته شود. و معنای سلام دوستای عزیز متوجه باشین که این در حقیقت یک نوعی کلان انسانیت و یعنی بجا آوردن یک حق مسلمان در حق مسلمان دیگر است، با وصفی از این که از آداب مجالس مسلمان ها در فرهنگ اسلامی و در شریعت اسلامی خوانده شده است. این معناش است که سلامتی بر شما، رحمت الله و مهربانی الله شامل، برکات الله شامل حال شما باشه. تو به حیث یک خیرخواه، به حیث یک مسلمان در حق مسلمان های دیگر دعای خیر میکنی، آداب مجلس رعایت میکنی و نمود میسازی که الحمدلله من یک انسان مسلمان ملتزم با آداب و سنت ها و محاسن و خوبی های شریعت اسلامی و فرهنگ اسلامی هستم. دلیل به این
حدیثی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند، امام ترمذی در سننش حدیث آورده است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا انتهى احدکم الى مجلس، زمانی که میرسد یکی از شما به یک مجلس، فلیسلم، باید که سلام بدهد به اهل مجلس. از سفر آمدی داخل یک جمع، یک اتاق، یک مهمانخانه، یک مسجد، یک جلسه ای که مردم اونجا نشسته هستند، تو میای به اونجا میرسی، وقتی که داخل میشی باید بگوی که السلام علیکم و رحمت الله، یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فلیسلم فإن بدا ان یجلس فلیجلس. بعد میگه باز اگر برش جایی که ظاهر شد که مناسب است به نشستن اونجا بشیند. ثم اذا قام فلیسلم، باز زمانی که میخواهد که بخیزد برخیزد مجلس را ترک بکند، از این جمع خداحافظی بکند، باید که بر از باز هم سلام بدهد که سلامتی الله و رحمت الله، مغفرت و برکت الله شامل حال شما اهل مجلسی مسلمان ها بوده باشد و مجلس باز ترک بکند و برآید. به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که او کسی که اول برش سلام دادی بیشتر از آخر نیست که در آخر بری از او کسی که آخر است به او سلام نتی و به اول سلام بتی. سوم ادب از آداب مجالس یا مجلس به حساب نشست و برخاستی که انسانها، خانواده ها، اعضای خانواده، خویش و اقارب، دوست و رفیق با هم انسانها به حیث موجوداتی اجتماعی که نیاز به نشستن و گفت و شنید با یکی با دیگر، خورد و نوش یکی با دیگر، درس و تعلیم یکی با دیگر، بیان و به حساب تصمیم و آرزوهایی را با هم شریک ساختن به حیث همراز و هم کلام در یک مجلس با هم میکنن. این مجالس آداب خود را در فرهنگ اسلامی و در شریعت اسلامی می داشته باشند. ادب دوم یا ویژگی دوم برای مجالس اسلامی یا برای یک کسی که اشتراک کننده در یک مجلس از نظر اسلام هست و این هست که الا یقیم احد من مجلسه، که باید هیچ کسی را از مجلسش بالا نکند، کسی را از جایش بالا نکند. ثم یجلس مکانه، باز در جایی از او بشیند. یک تعداد مثلا تصور بکنین اگر این برابر است که مجلس صفی مسجد است یا مجلس مهمان و ضیافت و مهمان نوازی در یک مجلس هست، دیگران میاین این اما تو انتظار میکشه که حالا دیگران بران بعد ما باز پسان اشتراک بکنم. در اون صورت حق ندارد که کسی را بالا بکنه از جایش. حاجی قربان از کندوز بفرمایید. سید حاجی صاحب قربان حاجی فرضی نکردین؟ نه حاجی عمره کردم، حاجی فرضی نکردین. توانی حج رفتن داری؟ انشاءالله توکل به الله انشاءالله. معلومات میتون براتون بیننده باشین. حاجی صاحب قربان از کندوز سوالشان این هست که ما یک پیر حج عمره کردیم، الله اجرتان بده، خوب کردین که زیارتی الله زیارتی خانه‌ایش به هر کس نصیب نمیکنه. یک تعداد به چند وجه یا تفسیره حج و عمره را میکنن. یک تعداد خوب ایتو صریح براتان بگم که مطلق دشمنی حج و عمره و زیارت ها حرمین هستن و اصلا نه حج فرضی تا خوش دارن نه عمره تا خوش دارن. یا همون بیچاره های هستن که از عمق دل مریض هستن، یعنی بیخی مریضی واقعی هستن و نیاز است که یا خدا تداوی بکنن. اینها فضیلت حرمین مطالعه بکنن، خدا از فضیلت مکه و مدینه آگاه بسازن و یک بار خامخواه اگرچه بد هم که میبینن در مسجد الحرام خدا برسانن، باز کیفیت
مزه و لذت زندگی را او وقت باز میدانند که چقدر لذت بخش بوده است اون نگاهی که از دروازه های مسجد الحرام داخل شوی، بعد به مطاف به اون خانه الله اولین بار نگاه تو بیفته. من میگم اگر در عمر هم بدی مکه و مدینه را گفته باشه اشکش میریزد و اونجا توبه خود را به جا میارد و بندگی خود به الله به اثبات میرساند. اقتداد دشمنی مکه و مدینه هستند. نه حج فرضی تا حاجی صاحب خوش دارند، نه هم عمره تا خوش دارند. یک تعداد دیگر تفسیره های بیمورید میکنند، تفسیره های بیهوده میکنند. کسی که توانی حج کردن داره بله حج سرش فرض است، حج بکنه، حج فرضی ثبت نام بکنه. الحمدلله پروسه اشتراک در حج فرضی کاملا شفاف هست. انشاءالله که ولایت به ولایت نوبت از طریق ریاست های اوقافی وزارت محترم حج اوقاف اونجا مأمورین و کارمندان حج اوقاف در خدمتتان هستند. شما مراجعه بکنین، ثبت نام بکنین و حج فرضی را به خاطر گفته یک تعداد نه، به خاطر بجا آوردن یک فریضه الهی. عاجز بزرگوار بنی الاسلام علی 5 شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کسی که توانی زادی راه داره، توانی برآورد کردن مصارف سفر حج را دارد، بله حج سرش فرض است. از خاطر گفته احمد و محمود نه، از خاطر اینی که والله کاکا و ماما و بچه کاکاها را و بچه خاله را در خیش قوم در قوم قبیله حاجی میگن، ما حالا حاجی گفته نمیشم. از خاطر سیال و سیالداری نه، از خاطر اینکه ما بنده الله هستم، الله مرا به نعمتی ثروت و دارایی منعم ساخته است، نوازانده است. حالا یکی از ارکان اسلام که حج است، ما توانی پرداختن مصارف زادی راهی از او را الحمدلله دارم. به این فکره به خاطر بجا آوردن یک رکن عظیم اسلام که او حج خانه کعبه است، بعد حج بکنم. بله شما اشتراک بکنین و حج بکنین تا اینکه الله ازتان راضی شود و یادتان باشد که دستی باز را در مجتمعات اسلامی و انسانی اونهای دارن به تجربه و به چشم دیدی خودی ما که اونها زیارت حرمین شریفین را کردن. الله برشان توفیق به هر خوبی را باز نصیب کرده است. انفاق اینها میکنن، صدقه و خیرات یا دارن، کارهای عامل منفعه را اینا میکنن. الحمدلله الا بسیار به استثناء کسانی هم هستند که از خاطر ریا یا خدا ناخواسته مشکلات دیگر می روند. خواهر حلیمه از کابل بفرمایید. خواهر خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. سوالتون ارائه بکنید. بفرمایید. خشوع زنده است یا فوت کرده است؟ چی وقت؟ درست است. من معلومات میتونم براتون بیننده باشید. پس حج و عمره شما به دربار حق قبول باشن. الله تبارک و تعالی شما را موفق و شاد و پیروز داشته باشه و به همه عزیزانی که توان دارن خداوند زیارت حرمین شریفین برشان نصیب بکند و اجر و پاداش و عزت و سعادتمندی را که الله در عمره و در حج فرضی و در زیارت حرمین شریفین گذاشته است، ده هیچ چیزی دیگر نیست. یادتان باشد، راحت باشید. خواهر حلیمه از کابل سوالشان این است که
خواب میبینم خشوعم را که با ما میگه من نمیبخشمتان همراه شوهرم. خواهر عزیز شما در حق خشوعتان دعا بکنید. این موضوع بخشیدن و نابخشودن یک مرده که وفات میکنه به ملاقات پروردگار میره و به زندگی ابدی و دائمی خود آغازگر میشه. مسئولیتی من و شما بعد از مردن یک مرده در حق از او این هست که دعا بکنیم براش. خلاص دیگه بخشیدن و نبخشیدن کاری از او نیست، این کاری پروردگار است. عبدالفتاح از کابل بفرمایید. بله برادر عزیز خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. سوالتون ارائه بکنین. درست. پس خواهر عزیز یادتان باشد که بخشیدن و نبخشیدن یا حق خود حلال کردن در میان انسانها او تعلق میگیرد به حیاتشان، به زنده بودن. بله خشوع و خسر در حکم پدر و مادر هستند. همچنان پدر و مادر کسانی که سینن بزرگتر هستند، همسایه‌داری دوگه و دوگه. در حیات انسان میتونه که اگر خدا ناخواسته در حق از او خیانت و جور و جفای صورت گرفته باشد، بعد معافی از او را، بخشش اونها را انسان در حقوق العبد حاصل بکند. اما بعد از مردن و شما هم الحمدلله در حق قسمی که خودتان گفتین خشوعتان کدام بدی نکردین، بعد از مردن بخشیدن و نبخشیدن اعضای خانواده هیچ تعلق به انسان ندارد. بخشیدن و نابخشودن شما این کار رب یکتا هست. شما در حق خشوعتان که مادری معنویتان از دعا بکنین الله رب العالمین شما را و او را سعادتمند دنیا و آخرت داشته باشد. دوستای عزیز حالا وقفه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم، با ما باشین. خب دوستای عزیز دوباره خوش آمدین به برنامه پاسخ نور و برنامه عنوان برنامه امروزی ما آداب مجلس در فرهنگ اسلامی، که واقعا یادتان باشد که در این روزها و شبهای زمستانی در افغانستان مجلس بازی از پس بخاری های مسجد تا مهمانخانه ها و مساجد و خانه های مردم افغانستان یک عنعنه خاصی خود را در میهمانداری و مجلس سازی و در ضیافت دارند. پس یادمان باشد که این مجالس را با همراه با تقاضا و همون خواسته های فرهنگ اسلامی و نظام اجتماعی اسلام، دستورات خداوند و با همراه با رعایت سنت های جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سپری بکنیم تا اینکه رب ذوالجلال همه حرکت های ما را، حالا او چی بخشی، خوابی ماست، بیداری ماست، لباسی ماست، مجلس است، نماز است، اخلاق است، نظام خانوادگی هست، اجتماعی هست، هر چی که هست همه از این پروردگار در حسنات ما و شما حساب بکند. دوستای عزیز از آداب مجلس در فرهنگ اسلامی دوی از این خدمتتان قبل از وقفه شریک ساختم و انشاءالله که همراه با پاسخی سوالات دوستا که تماس گرفتن انشاءالله که وارم شریک ساختم همراهتان. حالا ادب سوم از آداب مجلس که یک مرد مسلمان، یک زن مسلمان، یک انسان مسلمان او را باید رعایت بکنه این هست که وقتی که در یک مجلس داخل میشوی باید هیچ کس از جایش بالا نکنی و باید در جای از او بشینی. یک تعداد تو احساس میکنه که در مجلس داخل میشه، مثلا مولوی صاحب که داخل میشه، اگرچه مردم افغانستان احترام و اکرام به بزرگا به علما زیاد دارن، اما احساس میکنه که من که داخل شدم باید همه به جای خود استاد شوند، همه باید مرا در صدر مجلس جدول جای بتن. برادر عزیزی من
اگر صدر مجلس کار داری، اگر جای بلندتر کار داری، کمی وقتتر می آمدی، مشغولیت و مصروفیت خود کردی، کاری خود انجام دادی، با اهل و عیال و خانواده خود قصه و داستان تکدی، حالا آمدی یک بیچاره را از جایش بیجای می سازی، او بیچاره جای از او را صاحب میشی که من خانسیب هستم، ملک قریه هستم، من مثلا کارمند و وظیفه‌دار هستم، من امام هستم، من صاحب جا و سلطنت و مقام هستم. این چیزی نیستی. تو جای تو جای عزتمندی برای تو همون جایی هست که آمدی و او را خالی گیر کردی. هیچگاه اصحاب گرامی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم در مجلس خود بالا نمی کردن و جای خود را گویا که ابوبکر و عمر و عثمان می آمدن مردم از جایشان بی جای می کرده باشند و خودشان صدر مجلس صاحب می شدن. این گونه کار را نمی کردن. از خاطر چی نمی کردن؟ از خاطر اینکه اینجا امام الانبیا فرموده است، روى البخاری و مسلم فی صحیحیهما، امام بخاری و مسلم در کتابهای صحیح خود روایت کردن من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن عمر می فرماید که یقینا پیامبر صلی الله علیه و سلم نهى ان یقام الرجل من مجلسه، پیامبر علیه السلام منع کرد که خیزانده شود یک مرد از جایش و یجلس فیه آخر و یک کسی دیگر در اونجا بنشیند، جای از او را بگیرد. ولكن تفسحوا و توسعوا و کان ابن عمر رضی الله عنهما یکره ان یقوم الرجل من مجلسه ثم یجلس مکانه. میگه لکن دستوری شریعت ای هست، دستوری امام الانبیا از طریق وحی خفی این هست که وقتی که یک کسی می آید بله کمکی وسعت اختیار بکنید در مجلس، توسع و وسعت گشاده بشینین و مجلس کلان بسازین تا اینکه همه در او حلقه یا در او قطار جای شوند. این دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم است. میفرماید که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه این را ناپسند میکرد، این را اصلا دوست نداشت که در یک مجلس عبدالله ابن عمر داخل شود یا کدام بزرگ دیگر داخل شود و یک انسان از جایش، یک بیچاره برخاسته شود، بالا شود، او طرف شود، بیرون شود و کسی دیگر در جای از او شانده شود یا بشینه. این کار عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه اصلا دوست نداشت. و به جواب سوال برادری عزیزمان عبدالفتاح از کابل سوال کردن، خدمتتان عرض بکنم که دو نفر یکی با دیگر سوگند خوردن که اگر ما به خانه تو آمدم یا دیگرش گفته باشه که تو به خانه ما آمدی یا این گونه به حساب گفت و شنید بین خود کردن، زنم طلاق باشه. اصلا همه مردم افغانستان ما متاسفانه موضوع طلاق و طلاق بازی را یک مسخره بازی میگیرن. اکثر اوقات از زنداری یک بیعقلی دیگر جور میشه. او است که حالا با گفت و شنید رفاقت همدیوالی زن طلاق بودن چی ارتباط داره؟ چرا یک کسی که عقلمند باشه، صاحب خیرات باشه، انسان خوب باشه، فهمیده باشه، دانسته باشه، او زن خود یک بازیچه نمیسازه برای سوگند خوردن و به حساب وسیله خوشی و خفگی رفت و آمد کردن در مجالس با خویش اقارب. موضوع طلاق نام گرفتن از خانم و باز موضوع طلاق دادن و عدم طلاق، این قضایا درست نیست. انسانهایی که اخلاق داشته باشند، انسانهایی که فهم و فراست داشته باشند به خانم خود جایگاه بلند قائل هستند، اونها به خانم خود عظمت و بزرگی را قائل می شوند، خانم خود احترام میکنند. اینه که در گفت و شنید و موضوعات اجتماعی و به حساب رفاقت ها و مجلس ها او زن بیچاره هر بار در یک سال 10 بار او را طلاق داده باشه، این کار درست نیست. و نهایت ضعف اخلاق اجتماعی و خانوادگی و فهم و فراست یک انسان دلالت میکند. بس دوست عزیز، اگر هدف انسان در همین گفتارش که من اگر به خانه شما آمدم، هدفش اگر طلاق زنم طلاق باشد، خانمم سریمه طلاق باشد، اگر پخته و از دل
اراده و نیتش طلاق باشد و برود، بله خانمش طلاق میشه، یک طلاق صورت میگیرد. اما بعضی هایی را به شکل سوگن میگویند، هدفش اگر سوگن بوده باشه، قسم خوردن باشه و طلاق نباشه، یعنی جدایی و تفریق خانمش در این معامله نباشه، به شکل یک تکیه کلام آلایی گپ جور شده است در قرا و قصبات و در مجتمعات ما و شما افغانا. اگر این به شکل یک قسم یاد میکند، باز در او صورت حانیس میشه، باید کفاره قسم که او 3 روز روزه هست، 10 مسکین نان دادن، یک غلام آزاد کردن، کدامش که توان داره، باید کفاره سوگند را پرداخت بکنه و به طلاق شدن و نطلاق شدن خانمش هیچ ارتباط ندارد. و گپ مهم اینجا دوستی عزیزی ما ای هست که نباید با خانم و با موضوع طلاق مسخره بازی و ملعبه، یعنی یک ساتیری در این عرصه خانم شوه، یک وسیله ملعبه و ساتیری و بازیچه جور شوه، کار درست نیست. 3 چیزی که جدیتشان هم جدی هست و مذاق و مزاحشان هم جدی هست، یک تاش طلاق است. در این عرصه دوستای ما باید مواظب بوده باشن و محتاط باشن. الله تبارک و تعالی توفیق عمل خیر نصیب بکنه. 4م ادب از آداب مجلس در فرهنگ اسلامی همین است که الله یفرق بین اثنین. انسان وقتی که در یک مجلس داخل می شود، در میان 2 نفر جدایی نبیارد. لال محمد استخار، بفرمایید برادر. بله. علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز خوش آمدی به برنامه پاسخ نور. سوالتون ارائه بکنین. بسیار ببخشید، این زمین شما از پدرتون خریدین یا نه که به اجاره گرفتین؟ چی گرفتین؟ پیسه‌ش دادی؟ حالا پدرت میگه زمین پس به من بده، همه تو میگه؟ من معلومات میتونم براتون بیننده باشید. بخیر باشید. ادب 4م از آداب مجلس در فرهنگ اسلامی گفتمی هست که الله یفرق بین اثنین. انسان در میان 2 نفر جدایی نبیارد. در یک مجلس داخل میشه، در یک اتاق، در مسجد. اصلا در مساجد خود متاسفانه از مجالس روز جمعه خدمتتان عرض بکنم که یک تعداد هر قدر امام مسجد، خطیب روز جمعه از آدرس درسه ها اخلاقا میدانه، فهمانده شده است، برش گفته شده است که دوستی عزیز، موضوعی از سر شانه های مردم تیر شدن و رفتن به صف دوم اول سوم، این گناه است، معصیت است، ثواب جمعه خود از دست میتی. این کارا نکن. او خانسیب در خانهش میشینه، خوب تخته با پشت کرده، نان و آب خود، چای خود در روز جمعه میزنه، تبصیره در حق ملا هم میکنه، باز به مسجد که داخل میشه صف آخر هم خوش نداره. بعد که مردم میره ببینن که اثر شانه های دیگرها خیز زده روان است، میره صف اول برای خود گویا اینکه خوش داره. چقدر انسانی گویا اینکه عجیب و غریب است تو دوستی عزیزی ما که اگر صف اول کار داری، بله فضایل وقتی اول، دوم، سوم، 4م که در حدیث در مجلس روز جمعه خوانده شده است، او را تو درک بکن، بدان، برو اشتراک بکن، اثر شانه های مردم تیر نشو. این ناروا هست، گناه هست، معصیت است.
و ثواب اون جمعه خود از دست دادی. تو کسی که در روز جمعه میشینی در بیرون در خانهت یا در دکانت کاری خیلی میکنی، بعد میری در لحظات آخر از سر شانه های مردم خیز زده به صف اول و دوم خود میرسانی، گناهگار میشی. این کار هرگز نکن. همون جایی که رفتی جای هست در مسجد، خود همون جا بگذار و تحیت المسجد خود بخوان، با خطبه امام گوش بده، هیچ حرکتی خلافی دستور شریعت دیگه نکن تا اینکه اجر و پاداش و ثوابی که در مجلس روز جمعه برات وعده شده است الله او را نصیبت بگرداند. حالت دومی است که یک تعداد وقتی که در مجلس داخل میشوند، اینها به همون فکری که خودشان دارن دو تا را با هم جدا میسازن، در وسطی از اوها میشینن. باز یک تعداد قیصه میکارن میکنن، میگه اینا دیدی که یار از هم جدا ساختم، گناه کردی، ناروا کردی، این حرام است، ممنوع است از نظر شریعت اسلامی که دو نفر از هم جدا بسازی و در وسطی از اوها بشینی بدون اجازهشان. در صورتی که اگر جای هست، مجلس وسیع هست، جای وجود داره، به اجازه خودشان یک تاش او طرف کمی فاصله میگیره، دیگرش این طرف، از تو درخواست میکنن که بفرماییم اینجا بشینن در میان ما همراه صحبت میکنن. این باز درست است، مشکل انشاءالله که ندارد. عمرو بن شعیب از پدرش، از پدرکلانش روایت میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنهما. فرمود که حلال نیست برای یک مردی دیگر که در میان دو نفر جدایی بیاورد و در وسط از او بشیند مگر به اجازه ایشان. اگر اجازه دادن باز انسان حق دارد که بشیند و انشاءالله که با مشکل سردوچار نمیشه و گناهگار نمیشه. او خاصی خودی از او هست، اکرام و عزت میکنن به این دوستشان، به این فرد ثالث، با اختیار خودشان، به اجازه ایشان. باز انسان اگر میشیند گناهگار نمیشه. در غیری از او دوتا را از هم جدا ساختن، در وسطی از او ایستادن، این کار ناروا هست، گناه هست، معصیت است و از نظر شریعتی حلال نیست. دوستای عزیز ما در مجالس، در محافل باید مواظب این دستور صریح سردار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بوده باشند. نکته دیگری که خدمتتان عرض بکنم و از آداب مجلس خوانده شده از دوستای عزیز، اویی هست که انسان یجلس حیث یجلسه صاحب المنزل. انسان زمانی که در یک برنامه از آدرس یک کسی دعوت می شود، حالا وقتی که اونجا در خانه از او می روه، اما کسی که از طرف صاحب خانه، حالا یا خودش، فرزندش، برادرش، کسی دیگری به استقبال اونجا گماشته شده است. در هر خانه و در هر جایی که صاحب خانه انسان میشانه باید همون جا بشینه. به خانه یک نفر تو مهمان هستی، دعوت شدی، حالا اونا از تو پذیرایی میکنه دقیقا مطابق جایگاهی تو، مطابق شأن شوکتی تو، مطابق همو آنچه که اونا در ظرفیت خود دارن برای تو جای تیار کردن، مناسب دیدن. در جایی که راهنمایی صورت میگیره انسان باید همون جا بشینه و دیگه کلشخی نکنه با اینکه والله من باید خامخا در اتاق وی آی پی باشم، در اتاق خاص باشم، همراه مهمانای کلان باشم، چون من هم کته هستم، زلوی شخصیم، اما غطانو سر بعد چو زای ورکل شیماته. این درست نیست. اما جایی که برای مد نظر گرفته شده است اون جای مناسب است. عزتی تو، اما جایگاهی تو، استقبال است تو، همون است که از صاحب خانه باید تابعداری بکنی و در همون جایی که برات مناسب است. فهو اعرف بما یناسبه، چون او بیشتر میداند با آنچه که برای تو مناسب است. امام مسلم رحمه الله روایت میکند حضرت ابی مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ولا یؤم الرجل فی سلطانه ولا یقعد فی بیته علی تکریمته الا باذنه. در پاچایی یک نفر بعد به او امامت نکنی، به
امامت کسی بکنه که پادشاه هست، او مستحق است. در خانه کسی رفتی در جای مخصوصش نباید بشینی، او جایی که به تو مناسب است همونجا باید بشینی که برات اجازه داده شده است. این دستور محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خواهر رقیه از کابل سوال کردند که شوهر حق دارد که مهریه زنش را دوباره از او بخواهد و بگیرد در صورتی که خود خانم با اختیار خودش، با صلاحیت خودش، بدون جبر و اکراه، بدون کدام دشواری، بدون کدام مشکل معاف میکند به شوهرش، گویا اینکه میگه دیگه من از خودت چیزی نمیخوام، اما مهر معجل، حالا دو بخشی از مرحض در مهر وجود داره. یک بخشش در شرایط فعلی معمولا که ما ائمه مساجد عقد نکاحی را که برگزار میکنیم در حالات عرفی فعلی افغانستان، خصوصا پایتخت مملکت همی است که یک مقدار مهر به شکل مهر معجل معمولا زیورات هست یا کدام پول نقد و چیزی اگر باشه اونمو را حساب و کتاب صورت میگیره و خانم میرسه، باقیش میمانه معجل چقدر که هست. حالا در هر دو بخش این مهر شوهر هیچ حق ندارد اگر زوجه نخواسته باشد، اگر خودی زن نخواسته باشد، شوهر نه حقی برگرداندن معجله که برش پرداخت کردن نه حقی او را داره و نه هم حقی معطل کردن و نپرداختن مهر معجل باقی مانده شه داره. این را قانون هم میگه باید پرداخت بکنه، این را محکمه هم میگه باید پرداخت بکنه، قرآن هم باید میگه پرداخت بکنه، احادیث محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرهنگ اسلامی، فقه اسلامی نیز دستور میده که مهریه زنتان را پرداخت بکنه. و آتوا النساء صدقاتهن نحلا، پرداخت بکنید به خانمهایتان مهریه هایشان را به طیب خاطر و گوارا و به امو خوشی نفستان مهریه هایشان را برشان پرداخت بکنین. دقیقا هیچ حق نداره شوهر که مهریه زنش را دوباره از او بطلبد یا بخواهد. بله احمد سے بفرمایین. بله میشنوم. بله میشنوم برادر، خوش آمدین، بفرمایید. بله سب میشنوم، صدایتون دارم، سوالتون را بکنین. سلامت باشین، بفرمایید. مولوی صاحب یک آدم اگر به یک کسی با خصوص خود تلفن بکنه او دوام بزنه که میگه دوست مدرجه و بیا یا دختر تا ایسینی ما طلاق ببریم پیش ما در سر از اگر ما یک در خواهشه فرده یا دیت یا دیدماغ و ایسینی مادر ایسینی پدرش و فرده از زیر بکنم دیگه دفعه فاش دیگه بیا که در خانه ما ایساد شنش یا میزنی تا ببر تا ایسینی ما را بتش و ما او را گوش نکدم. دو سال بود یکنیم سال نه این دختر ما را در خانه نمان سپنده رو تا اونجا خوردم وزر کردم برای شروع خدا را ببین روی قرآن را ببین همین کار نکو اور باوجود از اون که زنم یکنیم سال او را قید کرده بود در خانه که او نمیمان ها تازه که آمدم همه دختر دوست که از باهای خدا یکنیم سال میشه که با ما طلاق دهگی است یعنی 5 سال میشه 6 سال میشه که ما را پیکده بود یک روزا من نگرده یک رمضان عیدو تازه نگرده در 2 بجه روزان نیامد 3 بجه روزان نیامد 12 بجه که زن پدر تر ما خواهدر و مادر تو روزه گرفتن گرفتی تو روزه که وقتی تو بسلمان هستی که تو آزو طلاق شدن یعنی 5 ماه میشه 5 سال میشه 6 سال میشه آمو تو جنگن آلی در امارات اسلامی افغانستان آلی در هیچی جواب داده میشه. درست من معلومات میتونم پدر جان براتون بیننده باشین، از طریق برنامه معلومات میتونم براتون. خب لال محمد از تخار در مورد یک زمین سوال کردن که از پدرم خریدیم، حالا به خاطر ازدواج برادرم
پدرم به من میگه که او زمین پس بته. کمک صدای برادرم من درست گرفتن نتونستم، و امیدوار هستم که چیزی که میگم انشاءالله که حل مطلبی دوستی ما بشود. در صورتی که شما زندگیتان کاملا جدا باشه و پیسه زمین را هم به حیث یک خریدار، یک مشتری به پدرتان پرداخت کردین، زندگیتان از پدرتان، از دیگه برادرتان جدا هست، پدر در او زمین دیگه هیچ حق نداره که حالا به حیث یک فشار بیاید او را به شما، چون پولی از او را پدرجان گرفته است. ولی در شک نیست که مال و اولاد و دارایی و پدر و بچه و همه یا مربوطی پدر میشن، پدر مالک هست. اما در امور زندگی، زمانی که ما در زندگی خدا به حیث فرزند و پدر برادر به چینل و چوکات شریعت می اندازیم و صریح و پاک زندگی میکنیم، باز او پدر عزیز از شما پول زمین را گرفته است. دوباره اگر به رضایت خودتان، اگر به خواسته خودتان، به حیث احسان، به حیث نیکی با پدر و مادر این کار شما میکنین، زمین به فروش میرسانین، از پولی از او به عروسی برادرتان با پدرتان کمک میکنین، یا به حیث برادر با برادر این احسان و خوبی را میکنین، یا اینکه مثلا موقتا به حیث یک قرض الحسنه با برادرتان این کار را میکنین، این درست است. اما در صورتی که بیع صورت گرفته باشد، شما مبلغی را به نام قیمت زمین به پدرجانتان پرداخته باشین، به حیث فشار و زور او زمین دیگه از شما شرعاً مطالبه کرده نمیتونه پدرجانتان، به خاطری از اینکه پرداخت کردین شما حقی از او را و دادین. اما احسانا اخلاقا جناب لال محمد صاحب، شما اگر به پدرتان، حالا پدر ارزشش بالاتر از همه جایداد و دارایی و یک زمین و دو زمین هست، گاه وقت در اطراف و در قرا و قصبات ما در ولایات معمولا این تو یک جنجالای بین خانوادگی در تو موارد هست. ما توصیه ما و خواهش ما از شمایی هست که با پدرتان به یک شکلی درست و در حضور یک عالمی برجسته باید موضوع تحقیق و بررسی شود، تا اینکه هم او از شما آزرده خاطر نشوند و هم مشکلی خانوادگی براتان رخ نده و جنجالکی براتان پیش نشود. جزاک الله خیرا. امیدوار هستم که دوستی عزیزی ما حل مطلب براشون شده باشه. جناب بزرگوار احمد از کابل سوال کردن که کسی به خصوص خود داو بزنه در تلفن که داو دشنام بتا که بیا دختر تا ببر و پول و پیسه مرا برگردان. اول خب من میگم کسی که به پدر خود داو میزنه از او کده بیعقلتر در روی زمین کسی دیگر وجود ندارد. خسر و خشوع در حکم پدر و مادر هستند. از لحاظ فقه اسلامی و شریعت اسلامی در فرهنگ ما مسلمان ها خسر و خشوع یا به مثل پدر و مادر هستند. حالا کسی چه قسم انسان هستی، چه قسم تدین و تقوا و پرهیزگاری و انسانیت داره که میآید خسر خود دشنام میته یا خشوع خود دشنام بته یا پدر خود دشنام بته، مادر خود دشنام بته، انسان خوبی نیست و این مورد مؤاخذه پروردگار قرار میگیره. یک گپ و گپ دومی که دختر طلاق داده است از طرف ما طلاق است، ولی طلاق واقع میشه، یک طلاق واقع میشه. یگانه چیزی در شریعت اسلامی که جدیتش هم جدی هست و مزاح و مذاقش هم او جدی هست، همین موضوع طلاق هست. آجیس بزرگوار که اونجا طلاق واقع میشه و او آدم از خانم خود محروم میشه، طلاق واقع میشه. اگر 3 طلاق میته به اساس فیصله فقه مذهب امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه و جمهور فقها 3 طلاق واقع میشه. اگر 1 طلاق میگم و 1 طلاق رجعی واقع میشه که باید مواظب باشه. باقی من موضوع از این که دوام میزنه، بد اخلاقی هم میکنه، باز میگه پیسه مرا بیار دختر تا ببر. یک تعداد همین گونه بیعقلی را دارن. حاجی صاحب شما ناراحت نباشین، در افغانستان بسیاری ها هنوز متاسفانه احکامات و موضوعاتی
نکاح و طلاق و مهر و خطبه و خواستگاری و زن و شوهری و موضوعات نافهمیده ازدواج میکنن. به همین خاطر است که ما میگیم که فرزندانتان را آگاه بسازین، به مساجد به مدارس دین باید بدانند. او موضوع پول و پیسه و مهر حق زن است و زمانی که زندگی همراهی از او کرده است 1 روپیه از او به شوهر بر نمیگرده. مسئولیت امارت اسلامی گفتین چی است؟ همی است شما در هر ناحیه‌ای که زندگی میکنین در بخش مربوطه در بخش حقوق مراجعه بکنین. من مطمئن هستم که صدای شما شنیده میشه و در اونجا موضوع فعلا موضوع شما یک موضوع دینی هست، هیچ مشکلی در عرصه باقی نمیمانه، مشکل شما شنیده میشه و ان شاء الله که مشکلتان را الله تعالی حل بکنه و او آدم هم الله توفیق بده که روش خوب بکنه. در غیر از او راه فسخ جدایی باز هست، یک کتاب طلاق است، یک تاش هم نکاح هست. تا برنامه بعدی و وقتی بعدی همه شما را به الله یکتا میسپارم. وقتی برنامه ما همین بود، به الله ذوالجلال واگذارتان میکنم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.